سلام 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 عزیزان دل، سلام به تک تکتون، سلام به بنده های خوب خداوند عاشق ماست و ما را دوست دارد. خدا را شکر که امروز در مسیر آگاهی، در مسیر پیشرفت، در مسیر خودشناسی خودم هستم. خدا را شکر میکنم که یک روز دیگه به من فرصت زندگی داد. خدا را شکر میکنم که یک روز دیگه میتونم این دنیای زیبا و قشنگ و پر از فراوانیشو ببینم. خدا رو سپاس میگم بابت هر چیزی که در طول روز به من میده. خدا رو سپاس میگم بابتی که این هست کنارمه و نمیخواد دنبالش بگردم. خدا همین کنار منه، کجا میخوام دنبالش بگردم؟ خدا تو ذهن منه، تو روح منه، فقط میخواد من خودم رو بشناسم. وقتی خودم رو بشناسم همه چیز عالی. سلام پرندگان خدا، سلام. چقدر پرنده بود، چقدر پرنده های قشنگ. سلام به درخت‌ها، سلام به هر چیزی که سر راه قرار میگیره و نعمت الهیه. سلام، روز عالی برای تک تکتون آرزو میکنم. انشالله که هممون یه روزی برسه که به خودشناسی خودمون برسیم و فقط خودمون رو بشناسیم. مهمتر که از تو زندگی من فاطمه فقط خودمم که خودم رو بشناسم و خدای خودم. دوستتون دارم عزیزانم، بهترین ها براتون.